رو گفتم آقا تو الان 20 میلیون بیسیم وایبر وصل به تلاویبه، بیشیم بینی تو میخواستی منشأ رحمت الهی بشی، تو دماغ خودت نمیتونی پاک کنی. ها خدا وکیلی، آقا به جان خدا مقصر شیخاین، بعضی شیخا که نمیگن اینا رو. آقا این شب عید تو نگم اینا رو کی بهت بگم؟ تو جلسه تحریم بگم، تو عروسی بگم، اونجا که میگن پونه نه پونه عروسی قنبرجونه، اونجا که وقت نیست. اینجا هم که الان مدام میگه سی دین حتی تو قایم نیستی، رفیقا خود ما دعوت کردن، اینا از اونا نیستن. اما خدا نگذره از اونایی که میگه چشمای قشنگ عباس دلمو هوایی کرده، سگ لیلا شدم الحمد. کی میتونه به ناموس امام حسین حرف بزنه که تو غلط میکنی که اصلا خانم امام حسین که کسی نمیتونه. ما مگه برای خانم امام خمینی شعر درست کردیم؟ برای خانواده مقام معظم رهبری مگه ما شعر درست کردیم؟ میگه سگ لیلا شدم الحمدلله، تو که لیلای منی یا ابا صالح شطور. خب این که قطب عالم امکان امام زمان بیچاره موجی. رفیقا خود ما الان میان، اینا از خود مونه، اینا مشهد آمده گفتن حاجی ما از اونا نیستیم، ما اونجا خط نشون کشیدن. خود امین عزیزان هیئت عشاق الزهرا ما رو دعوت کردن و دست اینا رو میبوسیم. اینا چون اجرای برنامه‌شون هم دیدیم الحمدلله، ما در دانشگاه ارادت من چون این عزیزمون رو برنامه‌شو قبول کردم، دعوتشون هم قبول کردم، بیرو در واسه میگم فکر نکنید ما نمیشناسیم اینا رو. من میدونم کی منو دعوت کرده. دست این عزیزان